خودتون مشکل داره و من نمیدونم بیاین تو کانال بیاتو تا برام این مشکل براحتی و به ساده ترین روش ممکنی که میشه اونم حلش کنیم. سلام بچه ها، محمد هستم. به کانال بیاتو خوش اومدین. خیلی مخلصیم، چاکرم. ممنون میشم منو سابسکرایب کنید و حمایت کنید. نکته هایی رو در اختیارتون میذارم که خوبه براتون، دیگه کاربردیه، بالاخره یه جایی به کارتون میخوره. یه چیزایی که مثلا یهو میاد تو ذهنتون و براتون سوال میشه اینجا براتون حل میکنیم با هم. اوکی. خب بچه ها، داشتم کلیپ ها رو نگاه میکردم تو یوتیوب. یکی میگفت این فیلتر شکن رو دانلود کنید، اینو دانلود کنید، نمیدونم که این سرعتش خوبه، مثلا سرورش به ایران اینا وصل نیست، اوکی میشه چون که تحریمه. آخه کپکات نمیشه از هر فیلتر شکن. من میرفتم دانلود میکردم بازم جواب نمیداد. میرفتم کلیپ بعدی میدیدم یکی گفته باید ببریم به ورژن بالاش. آخرین نسخه‌ش هم به روز میکردم، خلاصه بازم میرفتم توش، بازم زد نو اینترنت، اعصابم به هم میریخت، اصلا خیلی بد. خلاصه خدمت شما که عرض کنم، بعد یکی دیگهش دیگه گفته بود که سیم کارت رو در بیارید، به وای فای وصل شید، بعد فیلتر شکن روشن کنید حل میشه. حالا شاید که وای فای نداشتین، مثلا اصلا این چیزا دسترسی نداشت، خواست یه ویدیو ساده درست کنه برای خودش. گفتم خدا یه راه حلی باید باشه دیگه. بعد خیلی تحقیق فهمیدم، کلشو فهمیدم که چیکار کنم که تمام انیمیشن افکت همه چیز آرام باز کنه. با دو تا روش خیلی ساده و آسون بهتون میگم. اول میریم داخل قسمت تنظیمات گوشیتون، زبان گوشیتون رو میذارین رو انگلیسی. زبان چی میذارین؟ انگلیسی. بعد که رو زبان انگلیسی گذاشتید میایید بیرون، کپکاتی رو که رو گوشیتونه پاک میکنید، کلا میزنید دلیت، وارد مرورگر کروم میشید. وارد مرورگر کروم هم که شدید، خدمت شما که عرض کنم میزنید ورژن 9.9.0. فهمید چی شد؟ ورژن 9.9.0 کپکات. اونو دانلود میکنید و هر فیلتر شکنی که رو گوشیتونه رو باز و میرید داخل کپکات و لذت میبرید. به همین راحتی تمام انیمیشن ها، افکت ها، هر چیزی رو که بخواید و به کار ببرید تو کلیپ هایی که میخواید درست کنید و به راحتی و هرچه خوشمزه تر نوش جان کنید. حالا اگه دوست داشتید و حل شد این مشکلتون با این راه حلی که در اختیارتون گذاشتم، منو سابسکرایب کنید و حمایت. چیزی خاصی نیست به خدا، هیچ چیزی نیست. ممنون، متشکر، خیلی چاکریم. بازم دوستتون دارم از صمیم قلب. خداحافظ.